آقا چاکر رفقا. ما بابا الان هی میگن آقا تو چرا انقدر میگی فلان. آقا این مادر این علف رو من گاییدم. همه چی ما هنوز یادمون میره. 100 بار از خونه داشتم میومدم بیرون گفتم خدایا همه چی رو برداشتم. این چی بود؟ بمب زده باشن؟ هیچ. همه چی رو آوردم پایه 20 و یادم رفت بیارم که فیلم بگیرم. بچه هم خیلی رو حرکت های پای من گیرن چون خیلی تخصصی حرکت پا رو میزنم. نه آخه عادت کردم. میدونی چی میگم؟ عادت کردم. الانم مارکم نیومد اصلا حاجی. فکر کنم ساعت 7:30 برم برای لالا. 7:30 بخوابم، فردام ساعت 6-7 بیدار شم، کارامو بکنم دیگه، یه جوری تموم کنم که دیگه 12:01 برسم خونه دیگه. 2 روز دیگه پیش حاجی جان، حاجی کودتاگر.